به نام خدای مهربان و سلام و درود به شما دوستای خوبم. امروز با یکی از مراقبه های فوق‌العاده با عنوان مراقبه حضور در خدمت شما هستیم. میخوایم ببینیم اون بعدی از ما که از افکار جدا میشه و خودش رو نمایان میکنه به چه صورت هست و چطور میتونیم اون بعدمون رو تجربه کنیم. پس قبل از اینکه شروع کنیم در یک جای آسوده، خلوت و راحت بنشینید. سعی کنید یه لباس راحت بپوشید و نشستن خودتون رو طوری انجام بدید که نیاز نباشه که خیلی جابجا بشید. در یه حالت آرامش و ریلکسی در جایی بنشینید. وقتی که مستقر شدید و جایی که ستون فقراتتون هم در یک حالت صافی قرار گرفت و بدنتون در حالت آرامشی قرار گرفت، ازتون میخوام که تمام توجهتون رو ببرید به قسمت سرتون و احساس آرامش و ریلکس بودن رو در سر داشته باشید و بعد از اون این حالت آرامش و ریلکسی رو از سر به سمت پیشانی و بعد به سمت صورت و گردن و بدن خودتون بیارید. وقتی که میگم توجه یعنی همون آگاهی خودتون رو بیارید به سمت ستون فقراتتون و قسمت پشت خودتون رو هم ریلکس کنید. شانه ها در حالت شل و رها و دست راست و چپ رو هم در حالت شل و رها قرار میدیم. حالا میریم به قسمت پاها و پای راست و چپ رو تا زانو در حالت ریلکس و شل قرار میدیم. هر چقدر میتونیم بدن خودمون رو شل و ریلکس میکنیم و بعد از زانوها هم به سمت نوک پا تا کف پا راحت و ریلکس در حالت رهایی قرار میگیرن. حالا که آگاهیمون رو آوردیم روی بدنمون، در اینجا یک حالت تمرکز در ما به وجود اومده و این تمرکز و توجهمون رو میخوایم ببریم که به صورت حضور در کنار هم تجربه یه وصل شدن و یه حالتی از جدایی افکار از اون اصلمون رو با هم تجربه کنیم. حالا با آرامش هر فکری که میاد توی ذهن ما میدونیم که افکار اهمیتی ندارن و تا اونجایی که میتونیم سعی میکنیم بدون هیچ تلاشی این افکار رو نظاره کنیم، بدون اینکه این افکار رو قضاوت کنیم، فقط نگاهشون میکنیم.
و میبینیم که ما این افکار و فکرهامون نیستیم. وقتی که ما ناظر بر افکارمون هستیم میتونیم اون وجود اصلی خودمون رو درک کنیم. وجود اصلی ما از این بعد بی فرمه اون رو میتونیم تجربه کنیم. همون چیزی که بودن هست، همون چیزی که حضور هست، همون چیزی که لحظه حال هست. لحظه حال مجموعه ای از آنچه که الان هست، اتفاقاتی که افتاده، هر آنچه که الان در زندگی ما هست، مجموعه ای از همه این چیزهایی هست که در زندگی ما هست و شاید الان بخش ذهنی ما و من ذهنی ما الان اون رو نپذیره و نخواد، اما اون بخش اصلی ما و حضور ما میدونه که همه اینها برای ما لازم ترین چیز برای رشد ماست و ما هم میپذیریمش. همونطور که داریم به اون بخش حضورمون و با اون بخش حضورمون داریم افکارمون رو فقط تماشا میکنیم و یک فضایی رو تجربه میکنیم که شاید ذهن ما بگه این هیچه و این هیچ یعنی یه شوخی، یه بازی، اما اون خودش شوخی و توهمه و اون فضایی که هیچه اون همه چیزه. سعی کنیم که این رو با ذهن درکش نکنیم، فقط اجازه بدیم که این درک به وجود بیاد. خیلی تلاشی براش نمی کنیم، ما فقط ناظر افکارمون هستیم و این درک خود به خود با تکرار تمرینات و خوندن اشعار و اشعار مولانا برای ما باز خواهد شد. یار در آخر زمان کرد طرب سازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی. جمله عشاق را یار بدین علم کشت، تا نکند هان هان جهل تو طنازی. دائما این ذهن ما داره ما رو فریب میده و میخواد خودش رو جدی نشون بده، اتفاقات رو جدی نشون بده، خواسته هامون رو جدی نشون بده، ناخواسته هامون رو جدی نشون بده و ما ذهن ما مجموعه از خواسته ها و ناخواسته ها و اتفاقاتیه که ما اونها رو الان نمیپذیریم و نمیخوایم، اما ما این رو از این به بعد درک میکنیم که ذهن یک توهمی بیش نیست و آنچه که ذهن به ما نشون میده توهم و دروغه و این رو دائما به خودمون یادآوری میکنیم و با تکرار همین شعر مولانا فضا رو باز میکنیم و فضا ایجاد میکنیم. از این به بعد تمرین هر روز ما و هر لحظه ما میشه مراقبه ما و به این شکل که در روزمره وقتی که داریم کار انجام میدیم خودمون رو به صورت حضور و اتفاقات رو به صورت حضور میبینیم و ناظر هستیم. سعی میکنیم اشعار مولانا رو تکرار کنیم تا این فضا برای ما باز بشه و این مراقبه رو هم هر روز انجام میدیم.
سعی میکنیم در طول روز تمام توجهمون به این باشه که فضا رو باز کنیم و فضا ایجاد کنیم. اگر اتفاقی میفته و ما میخوایم عکس العمل نشون بدیم، بدونیم که ذهن ما داره به ما میگه که الان ریاکشن نشون بده، الان جوابشو بده، الان حاضر جوابی کن، الان یه کاری بکن، تو باید یه کاری بکنی. اما تو بدون و آگاه باش که مهمترین کار تو ایجاد فضا و ناظر بودنه قبل از اینکه قضاوت کنی. یعنی به محض اینکه ذهن میاد اتفاقات رو، آدم‌ها رو، وضعیت زندگی الان تو رو قضاوت کنه، بگی این خوب نیست، اون خوب نیست، اون آدمه بده، اون آدمه داره به تو ظلم میکنه و هر چیز دیگه‌ای به تو بخواد بگه، تو فقط ناظر باش بدون قضاوت. اگه حریف ذهنت نمیشی که داره حرف میزنه، اشکالی نداره. همون ناظر بودن قدرت بیکران و لایزال هستی رو میاره و این قدرت نامحدود اگرچه با ذهن قابل احساس نیست، چون اصلا توی ذهن نیست و ذهن توهمه و یک وجود واقعیه، میتونه ذهن کوچک و محدود رو در خودش حل بکنه. بنابراین تو فقط فضا رو باز کن، تو فقط فضا رو ایجاد کن تا اون حضور در تو بیاد بالا و فکر کن که قلکی داری که این حضور رو در اون قلک داری جمع میکنی و اون قلک وجود ارزشمند توه که هر بار که این تمرین رو در طول روز انجام میدی، حضور در تو بیشتر جمع میشه و قدرت بیشتری پیدا میکنی، قدرت واقعی که من ذهنی تو رو، منیت تو رو در خودش حل میکنه. ازت میخوام که هر چقدر میتونی افکارت رو رها کنی و ناظر بر خودت باشی. اگر فکر میکنی که رها کردن افکار انجام یک کاری که توسط تو باید انجام شه، این اشتباهه. تو فقط آگاه باش، تو فقط ناظر باش. افکار خودش کم رنگ خواهند شد با تمرین و ممارست. حالا ازت میخوام امروز در طول روز حضور رو تمرین کنی و به یاد بیاری و از بالای اون چیزی که افکارت هست و ورای افکارت خودت رو و اتفاقات رو و آدم‌ها رو تماشا کنی و به خودت بگی این بهترین اتفاق و بهترین موقعیت و بهترین آدم‌هایی هستن که دور و بر من میتونستن قرار بگیرن برای اینکه قراره که من رشد کنم و بزرگتر بشم، اگرچه الان درک نکنم که چرا، اما با پذیرش و تسلیم روزنه ها باز میشه و من در مسیر رشد قرار میگیرم. حالا آروم آروم میخوام که بیای و برگردی به این لحظه و آروم آروم با این تمرین حضور که بسیار بسیار آرامش بخش برات بود، آروم آروم چشمهات رو باز کنی و این لحظه رو جشن بگیری، این لحظه حال رو تو و اون بخش حضورت که الان بهش وصل هستی. آروم آروم چشمهات رو باز کن و با شمارش اعداد من به این لحظه حال برگرد
و با لحظه حال بقیه زمانت رو تجربه کن. هر وقتم که یادت رفت اشکالی نداره. هر بار که یادت اومد حضور رو در حالت زندگی روزمره تجربه کن. لازم نیست که ما هر لحظه بشینیم یه جا و مراقبه کنیم، گرچه این مراقبه خیلی عالی میتونه به ما کمک کنه و یه تمرین فوق‌العاده است، اما باید به طور معمول و در همه لحظات ما حضور رو تمرین کنیم. با شمارش معکوس من چشم‌ها رو باز می‌کنیم و با حضور به این لحظه حال و زندگی معمول خودمون با حضور برمیگردیم. 3 2 1